سلام دوستان، امروز اومدیم با آموزش 6 گان برتر بتل رویال، یعنی خودم به شخصه استفادهشون میکنم. حالا اومدیم که اتچمنت هاشون رو بدیم که هر کال آف پلیری این اتچمنت ها رو استفاده میکنه و باعث قوی شدن ما در بتل رویال میشه. اینجا وارد قسمت بتل رویال میشیم، یعنی این قسمت. البته همتون میدونین، اما وارد قسمت بتل میشیم. بعد اینجا رو کلیک میکنیم، یعنی لود اوت. اینجا رو که کلیک کردیم، اینجا گانایی که ما داریم، مثلا این رو 1، این رو 2، 3، 4، 5، 6، اینجوری کلی عدد داره. اولش این اسلحه هست که اتچمنتش آتیشیه، خیلی اتچمنت خوبیه. خود من به شخصه تو بتل رویال استفاده میکنم و با شلیک 5 تیر یا 6 تیر انمیا رو میکشه و خیلی اسلحه خوبیه. اتچمنتش رو حتما بذارین. و این از اولین اسلحه‌ایه که در بتل رویال استفاده میکنیم و خیلی اسلحه خوبیه. دومی اسنایپ AMR که اتچمنتش بازم این اتچمنتش آتیشیه مثل قبلی، اما از نوع اسنایپ. این برای اینه که انمیو دمیج بیشتری بهش وارد شه و این دمیجش 110 که بزنین بیشتر موقع هدشات کنین که وان شات میشه. حالا به بدنم بزنین بعضی موقع وان شات میشه، بعضی موقع هم باید 2 تا تیر بزنین. این از دومی که اتچمنتش رو بذارین حتما. و سومی DLQ33 که اتچمنتش رو خود من استفاده میکنم، خیلی اتچمنت خوبیه. این برای اینه که این تیر خشابه برای اینه که یه جور قدرت میده که انمی میخواد مثلا حرکت کنه یکم، اون 2-3 ثانیه یه کوچولو آرومتر حرکت میکنه و شما نشونه گیری بهتری میتونین انجام بدین، یعنی تو همون لحظه 1-2 تا تیر رو سریع میتونین بهش بزنید. این HS که شاتگانیه که بیشتر کال آف پلیرها استفاده میکنن ازش. خود من کل مچ ها رو، یعنی کل بتل هایی که بازی میکنم با همین میرم کیل میگیرم و خیلی خوبه. این اتچمنت بیشتر موقع از فاصله نزدیک وان شاته، اما از فاصله دور اتچمنتش یعنی وان شات هست. این یعنی اتچمنت وان شات ترین اتچمنت HS که حتما بذارین، خیلی اتچمنت خوبیه. ویدیو رو لایک کنین، سابسکرایب یادتون نره که من گفتم که چجوری شاتگان رو گلد کنین تو ویدیو قبلی که برای آموزش گلد کردن اسنایپ رو گفته بودم. اگه ندیدید حتما ببینین اون ویدیو رو که چجوری اسنایپ رو گلد کنین. اینم حالا شاتگان رو آموزش میدم که چجوری گلد کنین، چون تو کامنت ها گفتم بنویسین که شاتگان رو مثلا شاتگان رو میخواین گلد کنین یا میخواین اسالت رو گلد کنین. حالا خیلی تو کامنت ها نوشتن که شاتگان رو میخوام گلد کنم. منم ویدیو بعدی میخوام شاتگان رو بذارم، منتظر باشین که ویدیوش رو به زودی منتشر میکنم. این از اتچمنت HS که خیلی اتچمنت خوبی، از نزدیک بیشتر موقع وان شاته. و AK117 که من خودم میتیکشو دارم، اگه یادتون باشه پازلاشو باید جمع میکردیم 500 تا رو که من 500 تاشو جمع کردم و به همچین میتیک قشنگیه. این لول مکسشه. حالا اینم که چیز میزای اضافیشه. من حالا گلدش کردم، یعنی گلد کرده بودم، خیلی خوبه. اینم اتچمنت بتل رویالشه که خود من استفاده میکنم. حدودا با 8 تیر 7 تیر 8 تیر انمی رو میکشید، خیلی خوبه. این اتچمنت حتما رو AK117 بذارین و خیلی وقتتون رو نگیرم برم سراغ آخرین اسلحه که KRM 262. KRM اینم اتچمنت خوبه. KRM همه اینایی که اتچمنتشون رو چیز کردم 2 تاشون آتیشی بودن، این 2 تاشون شاتگان بودن و یکی رگبار و اینم اتچمنت KRM که خیلی خوبه.
و اینکه بریم یه با هم امتحان کنیم که چطوره. میریم تو قسمت تمرین امتحان کنیم ببینیم چطوره. خب من یه لحظه ویدیو رو زدم استاپ که یکم طول میکشید تا وارد شه و برای اینکه وقت شما بازدید کننده ها رو نگیرم اینجا میایم که امتحان کنیم. خب الان من بذار یه گانی بردارم. خب اینجا مثلا 2 تا اسنایپ ها رو امتحان کنیم. این یه اسنایپ، من تیراش رو بی نهایت کردم برای اینکه بهتر باشه. این دومی. خب این الان 2 تا اسنایپ هن. اول AMR. ببین فست نیستم برای بتل اما خیلی اتچمنتش خوبه. ببین این چون بتل جون انمی باز خوب کم میشد. اگه دقت کنی مثلا یه 50 تا اینا آرمور مونده بود. این 160 تا دمیج داد به انمی ها. 160 تا واقعا خوبه برای اسنایپ و خودش تو دمیجش نوشته بود 110 تا اما 50 تا دمیج آتیشی شد. یعنی آتیشی بود اسلحه 50 تا دمیج مثلا نشونه گیریتون خیلی خوب باشه مثلا هدشات کنین که 100% انمی وانشات. اما ببین الان یه انمی رو هدشات کردم وانشات شد. این از AMR، این از DLQ باز اتچمنتش یه جورایی یکم فسته. ببین هیفایر زدم. ببین اگه دقت کنین یه چیز میشه که ببین تیرش یه جور خیلی قویه و هیفایرش هم خیلی خوبه. خب این 150 تا دمیج میده. اگه این خشاب تیرو نزدیم دمیجش خب واقعا کم میشه اما این خشاب دمیج باشه دمیجش خیلی خوبه. و اگه دقت کنیم وقتی دیفندر رو میذاریم جلو انمی دستشو میاره جلو صورتش اون موقع آدم خب مثلا یه دیفندر انمی میکاره جلو خب بعد آدم گیج میشه که چجوری مثلا باید بکشی. انمی همون لحظه داره به تو تیر میزنه تو دستتو میگیری خود حالت خودکار کاراکترت دستشو میگیره جلو صورتش بعد برات سخت میشه زدن. اون موقع همون موقع است که انمی تو رو میکشه و میبینی یه آرمورت کمه و جایی نیست که بری آرمور مثلا پشت سنگ چیزی جایی نیست که بری آرمور بزنی و اینا. اینم مثل اونه. اگه از راه دور شلیک کنین مثلا یه جورایی نزدیک باشه اما انمی تو رو نبینه مثلا یه شلیک کنی سریع دستشو میگیره و باید سریع بری نزدیکش یه 2-3 تا تیر بزنی با اتچمنت گانری که بهتون دادم انمی سریع میمیره. این از اسنایپ 150 تا دمیج. ببین AMR یه 10 تا بیشتر دمیج میده بهتره شاید اما DLQ هم واقعا خوبه. و بریم سراغ بقیه. این شاتگان HS و اون یکی که میشه KRM. این دوتا الان این KRM اینم HS. اول بریم KRM رو امتحان کنیم. مثلا بذار بریم نزدیک. ببین از خیلی نزدیک وانشات اصلا انمی ها اما از دور یکم خب هر شاتگانی باشه از راه دور باز از راه دورم خوب انمی رو دمیج میکنه. بیشتر کیارم برای هیفایر ساخته شده اما ایمش هم باز خوبه. مثلا ببین الان از این راه میخوایم ببینیم دورا رو چجوری مثلا ببین چقدر خوب دمیج داد از راه دور. این الان خب خیلی دوره. اگه دقت کنین چیزی هم نذاشتم روش نه چیزی نذاشتم روش چیزی بدون پلکه. و من یه جور بیشتر گانا رو بدون پلک حساب میکنم چون با پلک خب مثلا تو بتل رویال بخواد بگی این با پلک از راه دور مثلا وان شات میشه خب خوبه اما بخوای پلکاشو پیدا کنی خب یکم سخت میشه کلا تو بتل رویال و آدم بعضی جایی که ظاهر میشه باید وایسی تا
یه جای خیلی مثلا بزرگی باشه مثل بلک مارکت، چیزی که کلی پلکار خفن داره. خب این از کیارم و اچس که من خیلی دوستش دارم و همینطور که میبینین اچس هم گلده. این دمیجش اصلا از راه نزدیک 200، یعنی مثلا بخوام با انمی اسلاید جامپ کنیم خیلی قشنگ میشه انمی زد. یعنی با این اتچمنتی که بهتون دادم اصلا انمی ها رو رنده میکنین. بین 5-6 تا انمی باشین یه اسلاید جامپ کنین این بر اون بر، یه تیر بزنین میمیره، 2 تیر بزنین اون میمیره، به راحتی میشه کشت انمی ها رو. خب این از اچس و کیارم و در آخر AK 117. به به، این از AK 117. خب ببین بدون پلک خیلی خب کم دمیج میرسونه، اما ببینین یه چیز آتیشی رو انمی‌ها دقت کنین. این یه جور متیک خودش همچین قدرتی داره که آتیشیه. ببین در عرض 2 ثانیه انمی مرد. ببین خیلی قشنگ میزنه، در عرض 2 ثانیه انمی ها میمیره. ببین در عرض 2 ثانیه انمی بیاد جلوت، این الان انمی ببین سر 27 30 27 ببین به راحتی انمی ها رو اصلا میزنه کلا. من هیفایر بزنم. خب از راه دور برای امتحانش میکنیم که از راه دور چطوره. مثلا از اینجا از راه دورم باز خوبه، اما هرچی نزدیکتر باشین هم هدفگیریتون بهتر میشه. همین که مال خودم به شخصه از راه دور خوب میتونم با یک 117 نمیار بکشم، اما حالا اینجا هم باز خوبه. این هم هیفایرشه که ببین 2 تا تیر میزنی سریع انمی آرمورش کم میشه و بیشتر پلیرهای کالا، خیلی از پلیرهایی که مثلا در حد متوسط بازیشون در حد متوسطه مثلا بیشتریاشون میبینن تا آرمورشون کم شد میبینن که انمی داره تیر میزنه داره شروع کنن انمی رو تیر بارون کنن، مگر اینکه یه شاتگانی چیزی دستشون باشه همون لحظه انمی رو وان شات کنن، وگرنه بخوام با رگبار شروع کنن مثلا تیر بزنن خب خیلی دیگه دیر شده برای این کار و انمی میبینین نصف جونش رو خالی کرده. و بیشتر پلیرهای کالاف همینجوریه که زود از بازی حذف میشن و برای اینکه مثلا بعضیاشون هم مثلا آرمور میزنن پشت سنگ چیزی، اونا خب اگه مثلا یه قدرتی داشته باشی مثلا دیفندر یا مدیک میکاری سریع مثلا جونت پر میشه تو هم همون لحظه تیر میزنی باز یه شانسی داری، یا دیفندر میکاری سریع میری آرمور میزنی آرمور 50 که یه شانسی داشته باشی. این از اتچمنت AK 117. مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودین و تو کامنت ها گفته بود که شاتگان رو دوست دارین گلد کنم براتون، یعنی آموزششو بدم که من تو ویدیو بعدی حتما شاتگان رو آموزششو میدم که چجوری گلد کنین و حتما سابسکرایب کنید که هرچی ویدیو میسازم زودتر به دستتون برسه. و سری بعدی میخوام چون شاتگان رو مثلا میخوام سری بعدی آموزش بدم برای اینکه اسالت هم مثلا آموزش بدم همون AK 117 و اینا، اونم حالا سری بعدی آموزش میدم. من میخواستم تو کامنت ها فقط بگین که کدوم مثلا دوست دارین زودتر آموزش بدم، که شاتگان خیلی دوست دارن چون تو بتل هم شاتگان اگه دقت کنین هم به طرح خوشگلی داره و خیلی منحصر به فرد میشه شاتگان ما پلیرها. حالا آموزش دایموند کردن میذارم با اینکه دایموند خیلی کار سختیه و اینکه باید یه مدتی براش وقت بذاری تا این دایموند بشه چیز میذار. مثلا AK 117 الان گلده یا مثلا HS هم گلده اینا. خب من مثلا مراحل دایموندیشو میرم اما خب یکم طولانیه دیگه